10 اسفند موشک سایوز 2.1 B از پایگاه فضایی وستوچنی روسیه به فضا پرتاب شد و به همراهش ماهواره ایرانی پارس 1 رو هم به فضا برد. این ماهواره 120 کیلو وزنشه و روش 2 دوربین مادون قرمز و 1 دوربین نور مرئی داره. دلیل اینکه این ماهواره رو با موشک روسی فرستادن مقصدش بوده که باید به مدار خورشید آهنگ فرستاده می‌شده. مدار خورشید آهنگ جوریه که ماهواره تقریباً عمود بر خط استوا میچرخه، طوری که همیشه زاویه چرخشش نسبت به خورشید ثابته و این ثابت بودن باعث میشه که توی عکس‌ها همیشه زاویه خورشید یه جور باشه و نورپردازی عکس‌ها بهتر بشه. برای همین ماهواره‌های عکس برداری رو به مدار خورشید آهنگ میفرستن، مثل همه عکس‌های ماهواره‌ای که هممون دیدیم. خب ما موشکی که به مدار خورشید آهنگ بتونه بره نداریم و از نظر جغرافیایی هم محدودیت زاویه پرتاب داریم.